با سلام خدمت دوستان عزیز، فخرایی هستم. امیدوارم کارتون خوب باشه. موضوع امروز در زمینه مسائل فنی ماشینه و این موضوع هم که برای شما عزیزان در حال توضیح دادن هستم. این موضوع خیلی تکرار شده در هم هنرجویان، هم عزیزانی که گواهینامه دارن و ماشین دارن و هم افراد حرفه‌ای هم به ندرت این موضوع دیده شده که این مسئله رو رعایت نمی‌کنن و احتمال زیاد به خاطر حواس پرتی و یا اینکه درگیر یه سری از مسائل روزمره هستن این موضوع فراموش میشه. موضوع از این قراره که وقتی که شما تصمیم به حرکت دادید و لحظه ای که میخواید دستی رو بیارید پایین، دستی احتمال زیاد تا انتها به پایین آورده نمیشه و این لامپش همچنان روشن میمونه. این لامپی که الان من اینجا آوردم خاموشش کردم، دوباره لامپ روشن میشه. ببینید، روشن خاموش، روشن خاموش. و از نزدیکم به شما ازم نشون میدم این لامپشو. این لامپ این شکلیه. البته در تمام ماشینا یه شکل شمال خاصی داره ولی 90% ماشینا میشه گفت همین شکلی باید باشه. و این موضوع چه مشکلی ایجاد میکنه؟ اگه دستی شما تا انتها پایین آورده شده باشه، مثل الان ببینید من الان تا انتها آوردم پایین، ولی اگه تو این حالت بمونه، ببینید به نظر پایین اومده ولی اون لامپ همچنان روشنه. اگه تو این حالت باشه چه مشکلی ایجاد میشه؟ مشکل از این لحاظ ایجاد میشه که باعث میشه که ترمز چرخهای عقب شما درگیر ببونه و متعلقات چرخ عقب شما گرم میشه، داغ میشه و آسیب میزنه به لنت چرخ عقب شما و در اثر زمان سریعتر تموم میشه و احتمال خطرش خیلی بالا میره. و چه بهتر اینه که در حین حرکت مدام حواسمون به این لامپ باشه که خاموش باشه. و اگر شما دستی رو پایین آوردی و باز همون لامپ روشن بود، احتمال زیاد مشکل از لنت‌های چرخ‌های جلویه. احتمال زیاد اونها هم رو به اتمامه و این نشانه‌ای که شما حتما باید پیگیری کنید. حتما به سرویس کارتون این موضوع رو گوشزد کنید و بتونه براتون موضوع رو بررسی کنه. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. در ضمن اگر پیشنهاد خاصی هم داشتید، بنده در خدمت شما عزیزان خواهم بود.